ماجرا از همین لحظه شروع میشه. این اولین ولاگیه که دارم براتون تو این کانال میسازم. هفته اول بهار، برفایی که آب میشن، رودخونه‌هایی که با آب شدن برفا میخروشن و حیوانایی که برای تکاپو تو فصل بهار خودشونو آماده میکنن. این یه چکیده از تصاویر و ماجراهاییه که قراره تو این ویدیو ببینیم. پس اگه آماده این بریم برای شروع سال جدید تو دل طبیعت. نوروز 404 تو هیرکانی اینجوری شروع شد، مه‌آلود و سرد، مثل وضعیت همه ما ساکنین فلات ایران. یک فروردین 1404 و اولین پیمایش امسالمون، پیمایش نوروزی. بریم ببینیم میتونیم شاخ پیدا کنیم یا نه. ما معمولا تو نوروز پیمایشامون رو اختصاص به پیدا کردن شاخ گوزنا میدیم. شاید نمیدونستیم که گوزنا شاخ به اون بزرگی رو با نو شدن سال و اومدن بهار میندازن و از دستش خلاص میشن. این ویژگی خاص مختص گوزناست. اصلا ما به هر موجودی که شاخشو بندازه و مجدد بتونه اونو برویانه گوزن میگیم. پایشای اول سالمون رو جاهایی میریم که احتمال میدیم گوزنای نر اونجا حضور دارن. دنبال آثار و علائمشون میگردیم تا شاید بتونیم شاخ افتادهشون رو پیدا کنیم. این یکی از علائم حضورشونه. یه شاخه‌ای که گوزن نر اونو با شاخاش پوسکن کرده. گوزن نر برای خلاص شدن از شاخش تو این فصل معمولا شاخاشو به یه همچین شاخه‌هایی میسابه. تو مازندرانی به اصطلاح بهش میگیم شاخرکه. دیدن چنین علامتی تو این فصل یعنی همین دور و بر باید شاخاشو انداخته باشه. و البته سرگین تازه یکی دیگه از نشونه‌های حضور گوزناست. دیدن این نشونه‌ها یعنی گوزن نر همین اطراف بوده. گل پامچال یکی از گلای شاخص اول سال، واقعا زیباست. اسم این گلا پامچال الوانه، یه گل فروردینی که فقط تو سایه جنگل رشد میکنه. الوان یعنی رنگارنگ. این گل تو رنگای سفید، شیره‌ای، بنفش پررنگ و صورتی دیده میشه. البته رنگای بنفش و صورتیشو بیشتر وقتا تو ارتفاعات میبینم. واقعا زیباست. شاخگردی یه فرصت بیراه نوردی تو زیستگاهه. زیستگاهی که بیشتر وقتای سال از تو مسیرهای پاکوبش عبور و مرور میکنیم. این بیراه نوردی بهمون فرصت کشف چیزای جدید میده و باعث میشه زیستگاه تحت حفاظتمون رو بهتر بشناسیم. بالاخره بعد از چند روز مه‌آلود و تاریک یه غروب هوا مجال رها شدن از مه و بهمون داد. دلتنگ نور خورشید بودم. معمولا تو چنین شرایطی حیوونا هم دلتنگ نور آفتاب میشن و از فرصت استفاده میکنن. مثل این قرقاول خزری نر زیبا. ببینین چجوری میدرخشه. معلومه مثل من دلش برای آفتاب لک زده بود.
چک کردن هواشناسی کار هر روزمه، مخصوصا وقتی قرار باشه یه سامانه بارشی وارد منطقه بشه. قراره یه روز هوا صاف بشه و بعدش یه سامانه پرقدرت بارشی که احتمالاً باعث میشه منطقه سفید پوشه از راه میرسه. ما هم فرصت و غنیمت میشمریم و قراره فردا صبح زود پاشیم تا از این یه روز بیشترین استفاده رو ببریم. و صبح روز بعد بهار شروع شده و باید سحرخیز بود. قبل طلوع از خواب بیدار شدم. اولین صبح زود امسال. بریم ببینیم امروز میتونیم شاخ پیدا کنیم یا نه. اولین روزهای بهار، صبحی صدای پرنده ها کل جنگل رو گرفته. خیلی حال میده. یه صبح دیگه و یه فرصت دیگه برای پایش زیستگاه مرال و تماشای گلای بهاری. امسال مازندران پربارش و سرد بوده، همین باعث شده تا فصل بهار یکم عقب بمونه. این باعث میشه گوزنا دیرتر به علوفه تازه دسترسی داشته باشن و دیرتر شاخاشونو بندازن. با اینکه آثار و علائم تازه گوزن نر رو پیدا میکنم، اما دریغ از حتی یه دونه شاخ. اینم یه اثر دیگه از مرال نر که شاخاشو به این شاخه ها صابونده. اما دم غروب پیدا کردن این کل 6 ساله حسابی حالمو خوب کرد. یه کل خسته، اونقدر تو فصل جفتگیری تو صخره‌ها دویده که دیگه نایی براش نمونده. صخره‌ها تو آبان و آذر جولانگاه بوزای کوهی واسه جفتگیریه. اونا کیلومترها برای پیدا کردن جفت تو صخره‌ها جابجا میشن و گاهی نبردهای سختی بین نر و در میفته. تو ادامه چند لحظه از حیات تو دل صخره‌ها رو ببینین و لذت ببرین.
خوشحالم تونستم از این روز آفتابی خوب استفاده کنم. بعد از کلی ندیدن نور خورشید حسابی حالمو خوب کرد. هواشناسی گفته فردا برفیه. از دم صبح باریدن برف شروع میشه و قراره یه روز کامل بباره. تصمیم گرفتم امروز استراحت کنم و روز بعد تو برف پیمایش کنم. احتمالاً تا 7-8 ماه دیگه رنگ برف تازه رو نبینم. شنیدن صدای برف نو زیر پا یکی از جذاب‌ترین صداهای طبیعته. این بهشت برفی رو ببینین و از شنیدن صدای برف نو لذت ببرین. و بالاخره روز آخرمون تو این ولاگ. سامانه برفی از مازندران عبور کرده. از صبح دیگه برف نباریده، اما ابرها همچنان هستن و در حال عبور از آسمون منطقه. تو ارتفاعات برف نسبتا سنگینی نشسته. خدا رو شکر امسال مازندران تنها استان ایران بوده که درگیر خشکسالی نبوده. زمستون پربرفی داشتیم و بهارم با برف شروع شده. همینجوری که به ظهر و غروب نزدیک میشیم ابرها بیشتر از هم گسسته میشن و هوا به شکل نیمه ابری در میاد. آسمون مورد علاقه این شکلیه. دیشب دما خیلی پایین اومد و شب خیلی سردی داشتیم. ترکیب برف تو ارتفاعات و دمای منفی شب یه منظره عجیب غریب تو ارتفاعات رو رقم زد. بیشک میگم فیلمایی که قراره تو ادامه از درختای یخ زده ببینین بهترین تصاویر منظره‌ایه که تو عمرم ثبت کردم. ارتفاعات تبدیل به یه بهشت یخی شده. درخت‌ها دقیقاً شبیه غولای یخی پشمالو شدن. سعی کردم تا غروب آفتاب تصویرهای منظره بگیرم، چون واقعاً از دیدن این منظره ها سیر نمیشم. تا آخر این ویدیو رو ببینین، چون حتی برای منی که تو این طبیعت زندگی میکنم کم پیش میاد بتونم یه همچین حجم از زیبایی رو تو یه روز تماشا کنم. پس لطفاً تا غروب آفتاب یعنی آخر این ولاگ همراه من باشید.